زمانی که ما میدیم یه سیستم خوب برای اپراتوری خودمون تهیه کنیم، خب باید یه هزینه درست بکنیم و یه سیستم قدرتمند بسته به جیبمون یه هزینه درست حسابی بکنیم. اگه توانشو داریم یه سیستم خوب بگیریم که تقریبا بتونه تمام املاح و مواد معدنی و ذراتو به صورت خودکار حذفش کنه. یعنی به صورت خودکار حذف کنه، نخواد که ما بخوایم کلیدی اینا رو حذفش کنیم. خب معمولا راداربات یکی از همون نمونه سیستم هایی که این کار رو براتون انجام میده. اما بهترین گزینه هایی که تو راداربات وجود داره گزینه ادیت و تروشولده. ادیت یعنی تفکیک انواع فلزات و غیر فلزات و تروشولد همون سطح و حجم یعنی اندازه انواع فلزات یا حفره ها. شما در این گزینه ها همه چیز رو میتونین جدا سازی کنین. یعنی شما اگر یه محیطی رفتی کار کردی و یک هدفی رو انتخاب کردی و میخوای کار کنی، قبل از اینکه کار کنی با ادیت و تروشولد اونجا رو مورد محک و تست قرار میدی. خاصیت سیستم هایی که دارای تفکیک و سطح و حجم هستن همینه دوستان عزیز. شما وقتی این دو گزینه رو نداشته باشی صرفا این که طلا رو میگیری کافی نیست. در طبیعت ما 10-15 مورد داریم که شبه طلا هستن و سیستم ها پاسخ میده. اینو کارش نمیشه کرد. همه سیستم ها به اندازه خطا دارن، حتی این سیستم ها هم به اندازه کمی خطا دارن. اما مهم اینه که خطا رو بعد از اینکه یه محیط رو مشخص کردی بتونن تشخیص بدن. این مهمه که سیستم راداربات یا کلا سیستم های راداری فرکانسی با گزینه ادیت و تروشولد این کار رو براتون انجام میدن. همیشه در انتخاب دقت کن و بهترین سیستم و جمع و جورترین سیستم و پرقدرت‌ترین سیستم انتخاب کن که یک گام به موفقیت نزدیکتر باشی.